به نام خداوند عشق و نور. در یک محیطی آرام و ساکت با تمرکز کامل این مراقبه رو گوش بدین. سعی کنید از هدفون یا هندزفری استفاده کنید. چشمانت را آرام ببند. یک نفس عمیق بکش و باز دم کن. این بار نفس دیگری بکش و تصور کن که با هر دم یک نور طلایی رنگ وارد بدنت می شود. این نور عشق خداوند است که تو را در بر می گیرد. حالا تصور کن که این نور از قلبت شروع به تابیدن می کند. این نور آرام آرام بزرگتر می شود و به تمام بدن تو می رسد. حالا این نور تمام وجودت را پر کرده است. اجازه بده این نور هر احساس منفی، نگرانی یا ترس را از تو دور کند. تو در این لحظه پاک و شفاف هستی، مانند یک آینه که نور خداوند را بازتاب می دهد. بگذار این نور تو را در آغوش بگیرد. تو منبعی از عشق و آرامش هستی. هر نفسی که می کشی این نور را بزرگتر و درخشانتر می کند. آرام چشمانت را باز کن و این نور را با خود به امروز ببر.